تشخیص نژاد و سن عروس هلندی. عروس هلندی‌ها فقط یک رنگ و طرح ندارن. این پرنده دوست داشتنی در طبیعت به شکل نورمال گری دیده میشه. بدن خاکستری، صورت زرد و گونه‌های نارنجی. اما پرورش انتخابی باعث ایجاد موتاسیون‌های ژنتیکی رنگی شده که روی تولید و توزیع رنگدانه‌ها اثر میذاره. 1. نورمال گری، فرم وحشی و پایدار در طبیعت، پایه همه موتاسیون رنگ‌ها. نرها پس از بلوغ معمولاً بعد از اولین پرریزی صورت زرد روشن‌تر و پرهای بدن یک دست‌تری پیدا می‌کنن، در حالی که تو ماده‌ها صورت خاکستری‌تر با طحمایه زرد کمرنگ و پشت پرهای پروازشان خال‌های زرد یا زیتونی دارن. 2. لوتینو، بدن سفید یا زرد روشن، ممکنه با مشکلات ژنتیکی مثل لکه‌های تاسی هم همراه باشن، اما پرورش مدرن این رو کاهش داده. 3. مرواریدی، لکه‌های زرد یا سفید روی پرها، در نرها پس از بلوغ معمولاً محو میشه. 4. خالدار، الگوی منحصر به فرد لکه‌های روشن و تیره توی هر پرنده. 5. وایت فیس، بدون رنگ زرد و نارنجی به دلیل حذف رنگدانه‌های زرد و نارنجی. در این فرم نرها معمولاً چهره کاملا سفید شفاف دارن و ماده‌ها معمولاً خاکستری روشن بدون لکه نارنجی هن. 6. سیلور یا نقره‌ای، طیف خاکستری روشن یا بژ در دو نوع غالب و مغلوب. همه رنگ‌ها به یک گونه تعلق داره و تفاوتی که دارن فقط در ژن‌های رنگیه. برای شاد و سالم موندن همه عروس‌ها به تغذیه مناسب، فضای کافی، توجه و عشق نیازه.